سلام تماشابین گرامی، برنامه اخباری آزادی را با آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان من مومین احمدی پیشکش میکنم. امروز 30 سپتامبر است. در برنامه اینها را داریم. قرب دلاری آمریکایی در تاجیکستان پایین تر شد. نرخ مال و محصولات در بازارهای کشور نیز تغییر یافته است. رهبران ناحیه همدانی موقع جغرافی را مانعیت در رشد اقتصادی منطقه می‌دانند. موقعیتی که ما داریم اینه که ناحیه سرحدی هستیم، از ما طرف راه نیست دیگر. ساکنان دهات مرزی میگویند در مناقشه اخیر در مرز میان تاجیکستان با قرقیزستان 10 مسجد مورد حمله قرار گرفت. هم تا ادرم همین برامدگی ما هم همین که هم غیرده خورفته است. صبح 30 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین استقلال ولایت‌های خرسون و زاپاروژی اوکراین را رسما اعتراف کرد. مثل آن در عرفه حمله به اوکراین پوتین استقلال دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخته بود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته بود که این اقدام روسیه با پاسخ مناسب کشورش مواجه خواهد شد. با گفته سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف، امروز در کرمل پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رسما در سند همراهشوی 4 ولایت قسما اشغال شده اوکراین دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژیا بر روسیه امضا میگذارد و در میدان سرخ بزم بخشیده به این رویداد برپا خواهد شد. بعد از آن مسکو هر گونه حمله به این منطقه را همچون تجاوز به خاک روسیه ارزیابی خواهد کرد. 29 سپتامبر ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد با لحن شدید این برنامه روسیه را محکوم کردند. در همین حال بعد اعلان سفربری نظامی برای جنگ در اوکراین 10,000 شهروند روسیه این کشور را ترک کردند و این روند روز به روز افزایش می‌یابد. مخالفین حکومت گرجستان میگویند این کشور نمیتواند برای همه فراریان روس پناهگاه دهد. در این باره همکارمان شهلوی عبدالله گزارش می‌دهد. مخالفان گرجستان از مقامات طلب دارند که موقتا مرز با روسیه را ببندند و یا برای شهروندان این کشور نظام روادید جاری کنند. بعضی از مخالفین و سازمان‌های غیر دولتی گرجستان از آن اظهار نگرانی کردند که حضور بخش بزرگ روس‌ها در گرجستان می‌تواند به امنیت این کشور تهدید کند. اینچنین تهدیدهایی وجود دارد که زیر بنیاد شهرهای گرجستان به اهالی بزرگ تاب نمی‌آورد. ورود عمومی روس‌ها به گرجستان پس از اعلان شدن بسیج در روسیه شروع شده، فعلا تنها به نرخ منزل تاثیر گذاشته است. مبلغ اجاره افزایش می‌یابد. اگر ماه پیش در کنار تفلیس خانه 2 حجره را با ارزش 500-600 دلار اجاره می‌گرفتید، حالا نرخ آن به 800 تا 1000 دلار بالا رفته است. کارشناسان این افزایش را سنئی میگویند، زیرا صاحبان منزل تلاش دارند از وضعیت سوء استفاده کنند، زیرا در این کشور بازار اجاره مشکل ندارد. اخیراً وزارت امور داخلی گرجستان آمار شهروندان روسیه را که از 17 تا 27 سپتامبر به این کشور وارد شدند نشر کرد. بنا به اطلاع منبع، از 78742 نفر وارد شده، الکی 62120 نفر کشور را ترک کردند. فعلا همه روزه تقریباً 11000 نفر از روسیه وارد گرجستان می شوند. چند روز قبل این آمار از 5.5 تا 7000 نفر بود. ضمناً سر از امروز فنلندیا به مانند کشورهای بلتیکی عضو اتحادیه اروپا درهایش را برای شهروندان روسیه که روادید سیاحی سفر به منطقه شنگن را دارند بسته است. بینندگان عزیز، تحولات اخیر روسیه و عملیات نظامی این کشور در اوکراین را در سامانه رادیو آزادی بخوانید. قرب دلاری آمریکایی در تاجیکستان نسبت به 4 ماه پیش پایین رفته است. زمانی که روسیه به اوکراین هجوم کرد و این کشور زیر تحریم قرار گرفت، قرب دلار در تاجیکستان برای 100 دلار تا 1300 سومانی رسیده بود. پایین شدن قرب دلار به نرخ مال و محصولات چی تاثیر گذاشت؟ گزارش همکارم سرویناز روح‌الله و براد یوسفی را تماشا کنید. моҳҳои аввали ҳамлаи русия ба украина қурби доллари амрикоӣ дар тоҷикистон то 1300 сомонӣ барои 100 доллар боло рафта буд. аммо баъдан раванди баръакси он рух дод ва рӯзҳои ахир 100 доллари амрикоӣ ба 970-980 сомонӣ баробар шудааст. иқтисоддонҳо раванди поинравии доллари амрикоӣ дар тоҷикистонро ба чанд омил рабт медиҳанд, аз ҷумла ба роҳ андохтани тиҷорати миёни тоҷикистону русия бо рубли русӣ. бонки русия
از نقطه نظر خرید و فروش گاز محدودیت‌هایی که داخل شد و خود روسیه هم برای فروش گاز طلب کرده است که با واسطه پول روسی پرداخت کنند با آن آورده رساند که قدر دلار در منطقه همین دولت‌های پیشتر شوروی پستر رفته است. рӯзҳое ки қурби доллари амрикоӣ ба 1300 сомонӣ барои $100 боло рафта буд, доллар дар бонкҳо камчин шуда ва ҳамчунин ба муштариён бо маҳдудияти шадид дода мешуд. он замон нархи аксари маҳсулоти ниёзи аввалия аз ҷумла орду равғану шакар ки аз хориҷ ворид мешаванд ба маротиб боло рафт. ҳоло ки қурби доллар то 30% поин омадааст, оё ба нархи маҳсулот дар бозорҳо таъсир гузоштааст? ҳеш орд 340, 350, 360 буд. боз 320, 315 сум. равған 130 сум буд, 125 сум буд. боз 97 сум, 95 сум. хеле арзон шуда. арзон шуд. бу чи шакар 9 сум ози. пеш 12 сум, 13 сум. خریداران از پایین رفتن نرخ برخی محصولات اساساً وارداتی استقبال میکنند. در خانوادمان 6 عائله در یک ماه یا لینچگار میخوریم. در یک نیم هفته یا بشک 5 لیتر روغن میخوریم بچه. شکر هزار بار شکر خیلی ای پیشینه که نرخ نو فرامده. و قبل برخی از خریداران دیگر نرخ محصولات نیازی اولیه تا آن حد پایین نشده است که موافق به درآمد مردم و پایین روی قربی دلار باشد. ارزان شد لیکن نباید تمام محصولات مختلف تمام در نسبت به مدر که همین فقط تو در افغان معمولا بازارهای تاجیکستان با بالوروی قرب دلار آمریکایی واکنشی سریع داده نرخ‌ها بلند می‌شود. ساکنان میگویند در صورت پایین شدن قرب دلار نرخ‌ها خیلی با آهستگی و در برخی موارد در همان سطح پیشینه باقی میماند. مقامات ناحیه همدانی یک ناحیه هممرز میگویند اگر وضع افغانستان امن می بود و راه به کشور همسایه باز میشد وضع اقتصادی این ناحیه بهبود می‌یافت. در گذشته دهقانان این ناحیه مال و محصولاتشان را به افغانستان می‌بردند ولی پس از آمدن طالبان به سر قدرت راه بسته شد. همکارم محمود جان رحمتزاده درباره مشکلات اقتصادی این ناحیه نزد مرزی گزارش آماده کرده است. هر سال در عرفه هر عید و جشن در هر شهر و نواحی منطقه کلاب رئیسان محلی کارخانه و کارگاه باز میکنند. این هم یکی از کارخانه های نمک در ناحیه همدانی ولایت ختلان منطقه کلاب است. برخی راهبران اقرار میشوند که بعضا یک قسمت این گونه کارخانه ها از فعالیت باز میمانند. آنها سبب را در آن میبینند که برای به خارج برآوردن محصولاتشان طریق این منطقه راه نیست. در حدود ناحیه کاروی نظررس کرده ایستاده موقعیت اساسی همین است که اون موقعیتی که ما جایگیر هستیم موقعیتی که ما داریم یعنی که ناحیه سرحدی هستیم از ما طرف راه نیست دیگر. یکی از سبب‌های اساسی در حدود ناحیه ساختن کارخانه‌های صنعتی از نقطه نظری میگیم که فایده‌ناکی همین است. در حکومت‌های محلی میگویند صاحبکاران فایده را به نظر گرفته بعد کارخانه می‌سازند. منطقه کلاب با افغانستان هم مرز است. اما از سبب بسته بودن سرحد تاجران نمی‌توانند محصولات خود را به این کشور صادر کنند. کارگاه و کارخانه را زیاد کرده میتونیم لیکن با اون مقداری که شما میگین با اون کارگاه‌های کارخانه‌های کلان کرده نمیتونیم. خیلی سبب‌های ابجکتیوی زیاد داره. این اخراج مسئول نظم میدونید که اولا از امکانیت‌های خود مالیوی وابسته است. بعدیم از بازارگیر بودن اون محصولاتی که ما در این کارخانه‌ها میبریم. یکی از فاکتورهای اساسیش همین است. در منطقه کارخانه‌های بزرگی صنعتی نیست. اکثر ساکنان به تجارت و کشاورزی مشغول می‌شوند و یا به مهاجرت کاری می‌روند. این منطقه ولایت ختلان دو گذرگاه سرحدی با افغانستان، راه آهن و یک فرودگاه دارد. چند سال باز راه آهن با سبب‌های گوناگون بسته، فرودگاه باشد به مسافرکشانی به سمت روسیه محدود شده است. دو گذرگاه دیگر کوکل در فرخار و شاهان در ناحیه شمس‌الدین شاهین را بعد به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان بستند. رورم به شمال تاجیکستان در مناقشه اخیر مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان حدود
10 مسجد در جماعت‌های مرزی شهر اسفره و ناحیه باباجان غفوروف مورد حمله قرار گرفتند. روزی حادثه 10 نفر در نزد این مسجدها کشته و زخمی شده و یا مال و ملکشان آسیب دیدند. مقامات گفتند که این موضعها را طریق درون یا موشک‌ها هدفمندانه نشان گرفتند. همکار ما فرزان محمدی به این مسجدها رفت و از نقل ساکنان و شاهدان گزارش تهیه ساخت. بامداد 16 سپتامبر مسجد محله خالصان در جماعت چارکو از ضربه چند گلوله یا خود سناریاد مورد انفجار قرار گرفت. مسئولان مسجد میگویند هرچند نمازگزاران جان به سلامت بردند ولی نیمی از عبادتگاه تخریب شد. ما نماز بامداد خوانده وقتی ساعتی برامده شد برامده برفتیم. اما خانه برفته اکو خانم در آمده یک پیل چای نوشیم گفته استفاده بدیم که یک باره آوازی بلند بیزی برآمد. هر کدوم آمده پاخت آمده دیدیم که تمام اینجا خاک و خون شد همه وای زدگی انجا تیره انجا غلطگی نیو رئیس محله دادیم برده امنیت بچه مونده امنیتی هم اونجا برده داده وای کردن. اگر خدا به یک کردگی ما بوده است اگر مسجدند همون نماز خوانده ایستادگی مونده بسیار آدم نمازخوانان ما یادگار میشوند. در روز مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان غیر از مسجد خالصان به نقل ساکنان باز چندین مسجد دیگر مورد حمله قرار گرفته است. در حمله های پیهم 16 سپتامبر به مسجد تگیسده دست کم 6 عضو یک خانواده از جمله 2 نورس و 1 زنی حامله کشته شدند. اسدالله جلیلوف خویشاوند کشته شده در صحبت با رادیو آزادی آن روز را چنین به یاد آورد. مسجد مویا من مسجد میشه میگرفتیم زدم همه من سکورش زده های کردم که واقعا برد تو درنی ماشینم سکورش زده های کردم که مسجد میشه میگرفتم 10 متر استر زدم که همه حدود شد من چنگ تو کلا اونجا دیده های کردم واسه که برات دود بیدود کرد داشتم که فردونم که دو بوده که کلاش اطراف مسجد گدایبای جماعت آوچقلچه در ناحیه باوجان غفوروف مکان اساسی تلفات آدمان و زخمیان در این منطقه مرزی بوده است. نشان از قطره‌های خون در زمین و لباس‌های خون‌آلود در نزدیکی‌های آن دلیل از حادثه خونین به وقت نماز عصر 16 سپتامبر است. همین ساعت‌های تقریباً همین 5 آمده یا گلوله همین قرستان همین یا غلطید پشتی مسجد به آسیب دید من و ها شکست آینه ها که دکایم همه خیل شد. خدا شکر که به بینای مسجد ضرری کلام ندید فقط همون شیفر و همین و ها پرده برافت. پیش مسجد به اینها وایستاده بود دیگه تلپه من آنوای دخترم آمده استم که گشت دو یک چیز آمد و بام بکرد تو پلنگ شد برافت هم تو ادرم همین برامدگی هم همین که هم غلده خورفته است. مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 سپتامبر سر زد و 17 سپتامبر به پایان رسید. مقامات تاجیکستان تا این دم درباره کشته شدن بیش از 40 غیر نظامی خبر دادند. رادیو آزادی نام 74 نفر را گرد آورد. تعداد زخمیان بیش از 200 کس حساب شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. رئیس دیوانی وزیران قرقیزستان عاقلبک جعفرов روز 29 سپتامبر در ملاقات با ساکنان دهه مقصد ولایت بادکندی آن کشور گفت که از 1 اکتبر امسال معاش مرزبانان را در خط سرحد با تاجیکستان بالا میبرد. معاش آنها 76,000 سامانی تقریبا حدود $600 خواهد شد. با همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش با عکس و نوارهای بیشتر را از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. خدا نگهدار.